درود همدیارانی عزیز، گلافشان کریمووا هستم و در چند دقیقه شما را از رفت نشست‌های مطبوعاتی امروزه آگاه می‌سازم. ورزشگران ولایت مختار کوهستانی بدخشان در مسابقه‌های ولایتی و جمهوریوی و بین‌المللی نتیجه دلخواه نشان داده در مجموع سال سپری گردیده 318 مدال را صاحب گشتند که 78 عددشان را طلا تشکیل می‌دهد. این نکته را میرزانباد علیشیر خدابردی رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان ضمن نشست مطبوعاتی امروزه به خبرنگاران گفت. سال سپری گردیده مهاجرت مهنتی نسبت به سالهای قبلی کاهش یافته است. در این باره 13 فوریه گلنوره کنجه وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان ضمن نشست خبری اطلاع داد. نامبرده ذکر کرد که رفت مهاجرت مهنتی به خارج کشور 652,014 نفر را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 16% کم گردیده. از این شماره مردها 554,804 نفر و زنان 97,210 نفر را تشکیل می‌دهند. سال گذشته در کشور 729 کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی با 4,846 جای‌های نوی کاری مورد استفاده قرار داده شده، در نتیجه حجم استحصال محصولات صنعتی به 46.8 میلیارد سومانی برابر گردید و سرعت رشد آن 12% را تشکیل داد. در این باره امروز ذوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای کشور ضمن نشست خبری اطلاع داد. سال سپری گردیده در تاجیکستان 33,000 صاحبکار ثبت نام شده. در این راستا 25,001 سوبیکت‌های صاحبکاری فعالیت خود را قطع کردند. این نکته را امروز سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان ضمن نشست خبری این نهاد ذکر داشتند. بنا به اطلاع رحیمزاده سوبیکت‌های صاحبکاری که فعالیت خویش را قطع کردند بیشترشان به نوع دیگری صاحبکاری گذاشتند و این معنای مفلس شدن و از صاحبکاری دست کشیدن آنها را ندارد. در سال تحصیل 2023-2024 دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان توانسته است که همگی 40% نقشه قبولی دانشجویان را به دانشکده تامین کند. در این باره امروز 13 فوریه جمشید غنیزاده رکتور این مؤسسه تعلیمی اطلاع داد. به گفته نامبرده امسال به دانشکده مذکور 282 نفر داوطلبان داخل گردیدند، در حالی که نقشه قبول در زینه بکالوری دانشکده زیاده از 700 نفر است. شرح بیشتر خبرها را از سامانه cw.javanon.tg پیگیر باشید. خیر.